فصل ششم، معنا، چگونه در جهانی بی معنا بسازیم. اگر جهان غایتی ندارد، اگر قوانین طبیعت بی تفاوت‌اند، اگر مرگ پایان زیستی است، پس چرا و چگونه میتوان معنا داشت؟ پرسش از معنا نه یک تفنن فلسفی، بلکه نیاز زیستی ذهن آگاه انسان است. ما بدون معنا دوام نمی‌آوریم. نه فقط از نظر روانی، بلکه از نظر رفتاری، اخلاقی و اجتماعی. دین خرد معنا را داده شده نمی‌داند، بلکه آن را ساخته شده می‌داند. این فصل راهی است برای ساختن معنا، نه دروغین و نه تحمیلی، بلکه بر پایه واقعیت، آگاهی و کنش. بخش اول، معنا از کجا می آید؟ معنا نه از بیرون، بلکه از ترکیب سه چیز در درون انسان پدید می آید. درک محدودیت، آگاهی از مرگ و فنا، توانایی کنش و اثرگذاری. یعنی وقتی بفهمیم که فرصت ما محدود است، پایان حتمی است، و در همین زمان محدود میتوان اثری ساخت، انتخابی کرد و تغییری ایجاد کرد. آنگاه معنا پدیدار می شود. نه به عنوان پاداش، بلکه به عنوان مسئولیت. بخش دوم، معنا به مثابه اثر در دل محدودیت. در دین خرد، معنا نه مقصد، نه هدیه و نه کشف است، بلکه اثر آگاهانه است که در دل محدودیت آفریده می شود. هرگاه یک انسان از رنج آگاهی خلق می کند، از مرگ فوریت می سازد، از تصمیم ارزش می سازد و از رابطه همزیستی می سازد، در حال ساخت معناست. معنا نه در هدف آسمانی، بلکه در نحوه بودن زمینی ما تجسد می یابد. بخش سوم، معنا پریشی و اضطراب پوچی، بحران یا آستانه آگاهی. در عصر مدرن، بسیاری از انسانها با نوعی اضطراب پوچی مواجه‌اند. چه فایده دارد؟ همه چیز می‌گذرد. مردم می‌میرند، جهان ادامه می‌دهد، پس چه اهمیتی دارد؟ این نگرش اگر با ترس یا تسلیم همراه باشد، باعث افسردگی، انزوا یا بی‌هدفی می‌شود. اما اگر با آگاهی همراه شود، می‌تواند به آستانه یک رشد عمیق تبدیل شود. پذیرفتن این که معنا را باید ساخت نه جست. بخش چهارم، منابع ساخت معنا در دین خرد. معنا در دین خرد بر 5 منبع اصلی استوار است. 1. رنج آگاهانه، تحمل و تبدیل رنج به بینش. 2. کنش اخلاقی، رفتار آگاهانه با پیامد پایدار. 3. خلق اثر، ساخت چیزی که باقی میماند، نه لزوماً فیزیکی. 4. ارتباط انسانی، پیوندی که رنج را قابل تحمل و لذت را چند برابر می کند. 5. پیمان با خود، تعهد به مسیری که خودت با آگاهی انتخاب کرده ای. هر کس به نسبت ظرفیت و موقعیت خود می تواند از این منابع برای ساخت معنا استفاده کند، نه وابسته به مذهب، فرهنگ یا طبقه. بخش پنجم، معنا ضد پوچی نیست، بلکه شکل دهنده آن است. پوچی نبود معنا نیست، بلکه وضعیت طبیعی جهان بدون دخالت ذهن انسانی است. معنا زمانی ارزش دارد که در دل واقعیت ساخته شده باشد، ابزار فرار یا توهم نباشد و با کنش، اثر و آگاهی همراه باشد. در دین خرد، معنا نه تزیین زندگی، بلکه ساختار آن است. در جهانی بی‌غایت، بی‌پاداشه و بی‌مراقب، تنها چیزی که می‌تواند زندگی را قابل زیستن کند، معنایی است که ما خود می‌سازیم. نه تقلید، نه تعارف، نه وعده. معنا محصول انسانی است که
محدودیت را می‌فهمد، مرگ را می‌پذیرد و با آگاهی، کنش و اثر جهانی می‌سازد که زیستن در آن شایسته باشد.